خودت گل پیرنت گل سخنت گل لبت گل دهنت گل بدنت گل لبت گل دهنت گل بدنت گل. سلام. سلام. یالا. سلام هستم. امیر هستم. رسمی شد اومد تو ویدیو. یالا. سلام علیکم. سلام. چه خبر بود؟ سلامتی. اومدیم بازی کنیم ببینیم چه جوری میشه. بازی گل یا پوچه بچه‌ها. بریم که داشته باشیم. این گل. گرفتی جلو بود. توجه کنین. توجه. ولی یادتون دستم بود نگاه کن. راست تو نمی‌بینی آخه. هنوز راسته. خب دیگه چی باید درسته. الان رو خب منطقه این شکلیه. نه الان چقدر هنوز برعکس منطقه ما دیگه. آره دیگه. یو اصلا حرفه‌ای ما هست. مثلا میخوان جابجا کنن. آره تو دست چپیم راستی. الان لو داد مویرا دست. گل. من میگم راسته اینا پوچه. ریکشو خالی. الان دست من رو ببینید نه که قیافه‌مو ببینید. اون یه دونه تو چرا نشون ندی؟ بابا اول بازی نشون دادی. الان دست من رو باید می‌کنی نه قیافه‌مو. راست زبا پوچه. خب میتونی یه ضربم بگی اگه مطمئنی که دست کیه؟ آره. نظرم بپذیر. این خواهی راست این زبا پوچ باشه؟ راسته. فکر کنم. بس تا اینجا خوب بود. مثلا بالا بگیریم تو تصویر باشه. من میگم چپ این اون گله. منم میگم چپش گل. چپت گله. چپ گله. زنده خب باش. چه یه ضرب نگفتی؟ دیگه گفتی که یه ذره. نه دیگه دو امتیاز نگرفتی. راست بچه‌ها گل بچه‌ها بعد گل گرفتنه امتیاز نداره اینو بهتون بگم. ای خودتون اگه ببرین امتیاز دارین. متوجه شدید چی؟ مثلا گل گرفتی امتیاز نداره. گل نگیرین امتیاز. یه خورده فضا رو شادتر. با موزیکایی که زیرش میذاری شادش می‌کنی. یه بار بابا دیگه هم هزار حالا ببین سه راستشه خب چیکار می‌کنی؟ سانسور میرسی. داداش خیلی سوراخت شد. کجا دست بکن؟ 4 دستیش نکن 2 دستیش کن. بابا می‌خوایم ما 4 دستی بریم. 4 دستی نداشتی تو بازی. آه تا چنده؟ بس دیگه. الان دوئل خود تو دستت نگرفتی چیو برام؟ خب می‌خواستم تو دست تو باشه دیگه که نگرفتم. دوله. چه؟ ساعت گل. داش بابا بذار بیاد تو دستت بعد خب نمی‌خواستم بیاد تو دستم. چندی؟ هیچی. همش گرفتیم از هم دیگه. ایشالا که تا اینجا بهتون خوش گذشته باشه. برو 3 2 1 شده علکی هم گلی دو خودت آقا من نگاه میکنم به خاله نداره. طبیعی باش خودت باش. شل کن. آره شل اون دسته خیلی صفر اینجوری گرفتی. شل شده یعنی آره؟ شل گشادش کنه. گشاد کنم که میبینی. بره تو. شبیه برو دیگه بازی میکنه. اوکی گلش گل خودت گل آروم ریلکس. دست چپ خب نمیخوای اینی کیو خالی بازم بازی داریم. آره بازی داریم. بیار اونو. نه 4 دستی نمیشه. دست بکنیم دیگه. اون که خالی بود. الان من خالی بکنم. خب باید خالیتو نشون بدی. خالیتو نشون ندی. باجی من میگم بکن اینم داره خالی اصلا از این کارت ها اصلا نمی‌کنم. نمیجون وسط بازی سومن تازه سر بازی. خب الان ببین به اینم فکر بکنید که یه ضرب میتونید بگیرید. نه خب باید خودت چیز کنی. اگه نتونی میتونی از کارت استفاده. حالا تو راست جواب نظرت میشه. ببین که شل بگیره حتما. نه شاید شل گرفتنش فیکه. راستش میشه. شده به من نزدیکه. فهم؟ میخوای کلا تو راست بازی کنی.
چرا هم راستش گل رو نمیگی؟ راست ایمان پوچه. درسته. آره گفتم راستش گله. بده. الان کدومش؟ راستشو باز. استادتون الان استادتون راستش پرهام. باز کنه، راستش پوچه یا گله؟ گله من باز میگم کنه؟ راستش. چی؟ استادتون الان پرهام. نه دیگه این پرهام هر چی بگه است. امیر ارشیا؟ همیشه بیاریمش. چپش. در که تو بودم. چپ سبا پوچه. چپ تو پوچ کن. موتی؟ آره من موتی چپ آره سبا پوچه. چپ پوچه بود. نشون بده. بازش شو کن. آنجا خوبه. آره خیلی خوبه. آره گل گرفتی. من میگم راست ایمان گله. اگه گل رو حدس بزنن چی؟ اگه نبود ناراحت نشی. خودم دارم میگم راستش گله. گله. آره ما یکی شما. یک گرفت. این گل. باشه گل. کدوم من چپش گل. می‌بینی آره نیازی تو ببینی. نقشه ها ببینی. یعنی چی؟ رسپکتت کوپه. مشکل داری؟ وایس میگم. انگشتا تکون میخوره. رگای انگشتاتون میخوره. رگای انگشتا. موی رگو. تمام شد. نه انداختی. تمام شد الان؟ نه. الان باید بازی کنی. پوچه دستت باید سنگین. بازی کنه. دستی سنگینی نکنی. دقیقه کشه. شما این پوچه. بله. اونم گل بود مثلا. من مثلا حرف مثلا قند و اصل. خب ایمان جان شما خواهی بازی کن. آها. جاله. حکایت. آقا من از این کارت میخوام استفاده کنم. بفرمایید. با در هست سعی اما زنگ چرا نمیذاری مثلا؟ آره زنگه رو بکنی. الان اینا یک تیرو یک دونشون. دست پود. این وقتایی هست دیگه. یوارم اولین پوچه اشتباه زدیم. چپ سبا پوچه. نه این کارت الان رو نشه یک تیر و دو نشان. الان باید گل رو بگی. یک تیر و دو نشانه دیگه. یعنی چی الان؟ الان باید بگی گل. نوشته با حدس صحیح یک دست پوچ. دست انتخاب پوچ در داداش. گروه تیم مخفی کننده یه دست دیگر هم پوچ میکنه. چپ سبا پوچه. این که پوچه کلا. سبا؟ آره. چپ سبا پوچه. به نظرم. چپ سبا پوچه. بله. بده تو بده. بله. خب یه دست دیگه پوچه. پوچ کن. خب چپ ایمانه من میگم. امکان داره همیشه دست ایمان بوده به دست سبا باشه. چون دسته زبره. ازش چرا داری تحلیل میکنی آناتومی ایمانو؟ من میگم الان باید ببین گل رو بگیریم. الان یه پوش نداریم. گل میدونم. چپ ایمان بود یا راست؟ یه خالی بازی هم میتونه. نه این بازی دیگه با چی بخوام بازی کنیم؟ با خالی. خب فیک هست. من میگم راست سبا. به خاطر راست سبا گله. ولی رو حرف من دیدی؟ دوستان دیدی؟ خب داشت یه خود میشه من خندهاتو شروع کش. کنم؟ میشه من شروع شما کنم؟ شروع. با همش گل دست. خب با استاد این سری میده دست سبا. شروع کن. شروع کن. اصلا هدف کرد اصلا. این سری میره دست سبا. خب بیا در دوه. بازی شروع دوه. نشده بود. آقا دوه. زنگو میزنیم. دوه. خراب میشه؟ خب. سه و کی دوه کنم؟ خب این گل. گل. بله بله. میخوای یک کارت دیگه هم چیز کنی؟ دستی اینجوری میشه. آقا میخوای اینا بازی کنی؟ همشو هدر نده. بابا تا نو بذار خب باشه. حقیقت دفاع بکنم. خیلی لام. من سوار میپرسم تو چیز داری؟ گل داری؟ بله. معلوم شد که ایمان پوچه. الان من گل رو بگیریم. نه دیگه میتونم یه پوچم بدم. دیگه پوش بدیم. چرا گل دیگه؟ معلوم میشه. نه دیگه من میتونم دیگه پوچ. باید فرق یه داره. دست آره فرقی هم میتونه یه خالی بازی کنه؟ آره. خالی بازی. نه خالی با آره دیگه. چیزی که خیلی تمرکز بوم بازی. بوم دوست داری. تون خالی بازی نمی‌کنن توی این جای موقعیتی. میشه بسته؟ الکی. نه تایم نداره آخه. بابا تو صبح میتونه بازی کنه. بودو دیگه. الان فقط گل می‌کنید. مشورت کنید با دوست کنیم. چپش.
ولی من راستشم ولی چپش چون تویی اگه من مطمئن نیستم. منم داشت هیچ که مطمئن نیستم کجا مطمئن باشم چپش خب میگن چپش دیگه گفتم یس ایوه هیجان داشته باشی. خب رو 36 نه شب 36 بله خب چرا؟ بودو بازی کن نشون بده یه بار دیگه نفهمیدیم گلا. خب بریم خیلی چند تا بریم تمامه. خب آها دیگه چی؟ خب خب نترس باشه بعدش داشت میخوای عوض کنی دست تو باید آخر خب اصلا مهم نیست. کجا راست؟ نه 4 تاییشو نکنیم دیگه. دو تایی بکن. 2 تایی بکن. 4 تایی نکن. 3 تایی 4 بابا نکن. تو هم تمام. دیگه اینجوری که ولی مشکل بابا گیج میکنی تو حالا. باشه کارتو بکن فهمیدیم اون کوچه یه بار از اول خب بیا این صدای جیرجیرک رو میشه از اول میگه ایده برای ادیت 2 دستی بابا 3 دستیش نکن. باز دوباره دستش شل کرد باز دوباره چی؟ میخواید بدیم من بازی کنم؟ آقا این گل درست امیر استرس نداشته باش هیچی نیست یه گل دیگه مدیتیشن انشالله که ویو بگیره اون یه نفری که داره ویدیو رو میبینه خیلی تخمه میگی دست تو 3 تاییش کردی ها؟ آقا این 3 دست تاییش رو نکن. شل نکنی اون دست تو بابا دو درست بگیر دیگه ای بابا بیا این دستم هست 3 تاییش که دست باشه زیرش بردار بالاشو. نه تو باید دست ای بابا این دوتا رو نگاه کن با یه دست باید پخش کنیم. خب دیگه نه خب تو 2 دست تو پخش کردی یکی با این دست بسه اوکی یه خالی بازی کن. خالی بازی فرق نداره. تو بازی کن. خالی بازی کن یه خالی بازی کن. امیر نمیدونه کدومش آها برو چی برم؟ خالی خالی بازی کن دیگه آره دستی که پوچرم بیاری بالا که گل رو بالا رد کنی بری خالی بازی میخواستم تعریف کنم مثل امیر بازی کنم دیگه نفهمید فهمیدین؟ یو سرد نیست؟ چپ خالی پوچه یه چیزی زد و دیگه یاد گرفت اسکی فقط اسکی یه خالی بازی دیگه داریم دیگه. خالی بازی دیگه به پرهام بدیم. خالی بازی دیگه بکن چیزی سوپرمن دیگه چجوری بگیره خب چپت خالی همش مهم است میگه فانش کن خب بین این دوتا بین این دوتا کدومی؟ تیکارو بهم بین این دوتا بین این دوتا کدومی؟ مثلا تمرکز نداری تو بازی. با کی؟ مثلا چپ امیرحسین دیگه گله. این راستش البته آره اونی که مونده گفت چپ دیگه راستت گل. راستم گل چپ امیر. نه من حواسم بسو چپم اینه راستت گل. یک من چشم بشون بیا تو الان بازی کن دیگه یه شخصیت دیگه داره چرا؟ 2-1 یه شخصیت دیگه داره 1-1 2-1 چیه؟ 2 بودیم. 2 بودیم؟ باشه داداش اول نشون بده به دوربین تو خدا خب اوکی بله دوربین دست آها میشه نگاه نکنی هستم تمام کنیم باشه تا 5 داش کلی مونده. نه 5 نمیگه داره 9 10 تمرکز میدونی دارم چی میگه؟ واقعا تمرکز واسه فیلم برداری ماست. بده این بر با من باید بازی یه دست یه دست نشه اون دستی که گل تایتل این ویدیو رو و بزنیم گلیه پوش به احمق ها. این دست نه دیگه اونی که دست تو چرا پر کنه یه دست پر میکنه تو دیگه با اون دست پر میکنی یه دست
نه میخواد اوکی. گل رو قطعا رد کنه. خب یه خالی بازی کن. کی؟ به دو نفر اون نگاه کردی چی؟ یعنی چی گفتی تو چشم بازی. چپه؟ نه تو به دو بازی. نفر کیو دوست داری؟ تو بازی کن. پرام بازی کن. تو کی بالاخره خالی بازی کن. پرام بازی کن. خیلی شادیه ببخشید. خالی بازی کنم بازی کن دیگه بعد نشون میده دست پرام. آقا جایزه نداره کی بازی چپش. جایزه مطمئنی؟ گله گفت رو گله گفت. نه خوشحال گله شدی؟ نگفت. بعد اینکه اون دستم پوچ. بچه آقا بگی. پوچ کن. آقام توی خالی بازی کن. یه خالی بازی کن. تو دیدی؟ یکی رفتی تا الان یه پوچ میشه یعنی یکی دیگه داری اوکی. آره یه خالی بازی کن این ارور دایلاگ آمد. خالی بازی کن. بازی کن بوم بوم کن بوم بوم دوست داشتی. مگه میشه چی؟ نکنه خوابی داشت اون دست رو عوض کنی من گرفته آره فوت کن با فوت یا جا بدی. میگیرم در میاد از بکش در میره. راستش کنه. اون راستش. بزار بانگاه راست راست کن. گل راست راست گل راست گل. مطمئن راست کن. بابا اینجا گل. گل. بچه این گل. جابجا که من اینو باور ندارم نیمش کنم اینا. داداش دست ماه چی میگی اینا این دیگه دست آخره دیگه باش. الان 2-2 ایم 3 سه بشه هر کی این دستو بزنه این گل برنده. این هر گل کی این دستو بگیره. خب برنده میره یه بستنی یخی میگیره و خوش میخوره. چی الان میگیری دارم بازی این گله آقا نگی نه قرار با بچه‌ای دیگه هم بازی کنم دیگه. تو ویدیو شخصیت دیگه آقا برنده شاسی خب یه دسته برد از زیرش. 3 دستی داشتی بازی می‌کردی. حالا خالی بازی رو الان بکنیم. بعد شما ادعایی نداریم خالی بازی کن. خب اینقدر که این جدی گرفته. ما نگرفت. حرام نگرفت این یوتیوب برش بود کی؟ تو موندی؟ چرا؟ یه خالی بازی کن. خالی بکن خب بازی کن اونو الان قشنگش میکنه بازی کن بازی کن. داداش بازی کن 300 تو خالی نمون. من یه خورده کندم اوکی اشکال نداره. چون سرعت دخترایی سرعت که دوست ویدیو دارمش کن بدونید دوست دارم. کمونه. آهسته ریلکس باز دوباره چه خبر؟ چقدر خوبی داداش همش خوبه باز دوباره کپی رایت هم میگیره چپت خالی پوچه. مرتضی پاشای کپی رایت چپ تو هم پوچ. خب بین این دوتا کارت هم داریم ها. بده کارت داریم. کارتون بزن. چرا؟ کارت کارت علکی بود خب بیا آقا آنتنا الان داشت نمیتونه دیگه آنتنا نمیتونی الان استفاده همین کفگیرش ده خورد حذف یک دست. بابا داداش از الان دستمون حذف دیگه اونم مثل آنتنه دیگه الان کارت نمیتونست اول بازی میتونست اول بازی میتونست هر موقع بخوای. نه آقای اول بازی. هر بازی موقع بخوای آقای فیزیان. اول بازیه ببین دست امیر. داداش بابا منحرفش نه دست امیر. الان یه دست رو حذف الان کنی دست گل مشخص میشه خب اصلش هم همینه. واسه چی اصلا کارت استفاده می‌کنیم؟ خواهده دست آخر یه افتاده حالا الان اصلا استفاده نکردم. الان خواهد استفاده کنم. باید اول دست استفاده کنی الان سرنگی؟ از شما هم گل بگیرم امتیاز نمیگیرم. خب بستنی الان همین رو می‌خوره میگم. دیگه. تهش میاد تو بستنی. دست من اگه حذف اول بزنی. بازی برام دست. چیکار کنم بود دیگه دستمون خسته شده لیدر شمایی نیست خیلی دست پر. خب دستمون بهم خسته میگم شده امیر میگی نه امیر باز راست کن. بود. گله. باز کن بعد نشون بدید نمیشه. بازیش
یه دونه کارت بردیم ما از کارت هم استفاده نکنیم. دفعه اوله میگی بچه ها امیدواریم که دوست داشته باشین امشب دوستش داشته باشید و امشب فقط این ویدیو رو این ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید، برای رفیقاتون بفرستید. آره. ممنون که میبینید.